چون نمیدونم چی جواب بدم. مثلا میگی خب خیلی سفر بود، خب چی بگم دمم گرم، خب چی بگم دیگه میتونم دیگه میتونم میکنم این کارو. توی این مدت من هر سری اینستا رو باز کردم، چون یه استوری گذاشتی یه نقطه از ایران بودی. الانم میدونم فردم دوباره قراره بری سمت ایزد خواست و اونجاها پروژه داری و دیگه این تایم فکر کنم تنها تایمی بودش که دو تایم یه تایم خالی داشتیم که بتونیم با هم دیگه بشینیم و حالا این گفتگو رو داشته باشیم و اینا. و خب این خیلی چیز باحالیه دیگه، خیلی چیز باحالیه، خیلی چیز خفنیه و خیلی چیز آموزنده‌ایه. قطعا همه نمیتونن، این امکانا ندارن که بتونن جاهای مختلف ایران رو برن سفر کنن با دید معماری شهرسازی. یعنی اگه جایی هم سفر کنن خب خیلی طبیعی رفتن، خیلی مثلا شهر برن. تو مدلت فرق داره، میری با مثلا راه زمینی، دوچرخه، با ماشینایی که حالا این ور اون ور هستن و یه منطقه رو انتخاب میکنی، بین روستاها حرکت میکنی، میمونی تو اونجا، اقامت پیدا میکنی و خب این خیلی چیز خفنیه دیگه. این خیلی چیز خفنیه، خیلی چیز آموزنده‌ایه و میتونی امروز خیلی برامون صحبت کنی، تعریفش کنی تا ما هم یاد بگیریم. یه توضیح در مورد خودت بده که ما بگیم میخوایم دانیال شاه مرادی الان داستانش رو تعریف کنیم، چه داستانی داره؟ خب این اتفاق سفر رفتن و تجربه کردن چیزی بوده که توی 2 سال اخیر تونستم به دستش بیارم. یعنی تونستم تبدیلش بکنم به سبکی، به یک حالا نگیم به قول معروف میگه پوزنی سبک زندگی نه، ولی تبدیل شده به در واقع یه جریانی که حالا یا مداوم یا هر از گاهی به قصدهای مختلف کاری یا برای جستجویی تونستم اینو بیارم تو زندگیم که تقریبا بتونم مدام این تجربیات رو داشته باشم. و این چیزی بوده که مثلا قبلش خیلی بهش فکر میکردم که به دستش بیارم، چون احساس میکردم که یعنی خیلی ساده یه میلی در من بود برای سفر کردن و شناختن و حاصله خودشناسی شاید، که میدیدم من خودم رو باید در اون پیدا کنی درست. و توی یک شهر، توی یک مکان، توی یک محل پرسش هایی که دارم رو نمیتونم جواب بدم. برای پیدا کردن پاسخ‌هاش باید این جستجو شروع بکنی. درسته. بله. و خب بقیه حالا کارها، فعالیتی که داشتم سعی کردم یه جوری به نفع سفر بزنمشون کنار تا سفر رو شروع بکنم و بعد کم کم وقتی پخته تر شد این سفرها، وقتی هدفمندتر شد و وقتی مسیرهای کار رو بهتر شناختم، وقتی توانایی هام و اینکه از اون توانایی ها چه جوری میتونم در یک کار استفاده کنم شناختم، اینا کم کم رفت به این سمت که یه ذره شکل و ساختار پیدا کرد. یعنی الان اگر سفری میرم کمتر به قصد صرفا سفر رفتن، یعنی سفریه که برای یک کاری، در راستای یک کاری، یک فعالیتیه یا اصلا یک کار حرفه‌ایه که مثلا با یک شرکتیه تبدیل شده. اون میل اولیه که صرفا فقط دلش می‌خواد سفر بره و تجربه کنه، حالا تبدیل شده به این که توی اون سفرها و از طریق اون سفرها یک تولیدی هم داره. هم کار دنبال میشه، هم علاقه دنبال میشه، هم مطالعه دنبال میشه. بله. همش با هم دیگه است دیگه. یه پکیجیه که دقیقاً همون دیگه سبک زندگیه دیگه، یه مدل سبک زندگیه. خب خیلی عالی آقا. ما یکم بیشتر توضیح میدی که آقا الان اون کارهایی که توی این سفرات انجام میدی چه کارهایی هستن؟ من کلیتش جزئیاتش رو نمیدونم، کلیاتش حالت پروژه‌های مرمت هستش، مطالعات هستش، جاهایی برداشت میکنی مثلا داری، توضیح بده دیگه. ما یه کلیتش رو فقط میدونم ولی جزئیاتش رو باید خودت بهمون بگی. بازم اگه کلی بخوام میگم، فعلا من با 2 گروه، یکی مهندسان مشاور مرد خورشید در تهران و زیر نظر مهندس پارسی، این شانس رو داشتم که توی پروژه‌ای که ایشون تعریف کردن تحت عنوان مطالعه راه‌های تاریخ ایران بتونم توی این پروژه مشارکت بکنم و حالا نقشی رو
برای در واقع برداشت و نقشه برداری بناها توی اون گروه داشته باشه، که باز وصل شدن من به این گروه و به ایشون هم در خلال یک سفر و خیلی اتفاقی صورت گرفت. و خب این دقیقا این پروژه و این کار اون چیزی بود که من همیشه تو ذهنم داشتم، یعنی دوست داشتم که در سفر کار کنم و کارم سفرم باشه و دقیقا با این پروژه تونستم تجربه سفر و کار و اون هم به نقاطی که کمتر شناخته شدم، به نقاطی که خیلی روی نقشه نمیشه پیداشون کرد سفر رفت. بله، و در این حال شناخت عمیقی داره، یعنی یه شناختی توی تیمی که خب فردی داره مطالعات تاریخش هم انجام میده و اگر به نقطه‌ای میریم میفهمیم که اینجا کجاست، چه مثلا به چه دوره تاریخی برمیگرده، چه اتفاقاتی افتاده و مسیرهایی رو میریم که مثلا امروزه مسیرهای آفرودی هستند یا درسته دیگه، جاده اصلی ازشون رد نشده، جاده‌ای که الان ساخته شده باشه با اون زیر ساخت آسفالت. این داستان این گروه یه گروه دو هم هست. این یه فعالیته. بله. خب فعالیت دیگه ای هم که بازم اون هم در خلال سفر پیدا شد و از این میومد که باز من یک در واقع فکرهای در ذهنم داشتم حول مفهومی به نام آبادانی و آبادی، حول این مفهوم جستجو می‌کردم و علاقه داشتم کاری انجام بدم، فعالیتی انجام بدم. این آبادانی هنوز چیزی که من خیلی هم شاید دقیق نمیتونم تعریفش بکنم، در حال جستجویی هستی توی این قضیه. دقیقاً میتونم راجبش گپ بزنم، حرف بزنیم، ولی اینکه بگم خودم هم خیلی میشناسم نمیخوام اصلا چه ادعایی بکنم. و در راستای این آبادانیه و در واقع یک شناختی از گذشته که چه بودیم در این اقلیم، در این جغرافیا، در این تاریخ و فرهنگ و اینکه الان در چه نقطه‌ای هستیم، چه مشکلاتی داریم، مسائل حالا از زیست محیطی بگیریم، اجتماعی، فرهنگی، هر چیزی، چالش هایی که در ایران معاصر باهاش دست و پنجه نرم میکنیم، اینکه خودمون رو پیدا بکنیم و چگونه آینده ایران رو بتونیم با اون گذشته و با اون تمدن و فرهنگ بتونیم پیوند رو درست برقرار بکنیم، یعنی بتونیم اون جدید شدن، نو شدن ایرانی، اون تجدد ایرانی رو، بهتر بگیم یه خوانش جدیدی از اون گذشته‌ای که داشتیم، از اون دستاورد گذشته‌ای که داشتیم، یک خوانش جدیدی ارائه بدیم اکنون برای آینده ایران. خودم کلمه خوانش رو صرفا بیشتر برای شناخت گذشته میبینم، یعنی این تو ذهنمه که برای اون آینده، خب شاید بهتره بگیم بازخوانش، شناخت، یعنی خودم کلمه ذهنم شناخته، نمیخوام حالا عوضش بکنم، شناخت گذشته، شناخت آنچه هستیم، لحظه‌ای که هستیم. چرا؟ چون آینده رو وقتی میشه درست ترسیم کرد و به سمتش رفت که آنچه هستیم رو خوب بشناسیم. یعنی این قدم ها رو باید پشت سر هم روی، یعنی هر قدمی رو باید رو پله قبلی بذاریم و این چیزی بود که فکر میکنم حداقل تو حوزه‌ای که خودم درس خوندم و کار کردم که حوزه معماریه، به این فهم رسیده بودم که ما دچار یک انقطاعی شدیم از اون معماری گذشته، از اون معماری که با فرهنگ، با اقلیم میخونده و شهرهای یک دستی بودن، در ساده ترین لایه منظر یک شهرهای گذشته شهرهای چشم نوازی بودن، مناظر چشم نوازی داشتن و میشه فهمید که امروز اینا نداریم، میشه فهمید که در ساده ترین حالت چشم نواز نیستن خیلی شهرام. از این شروع بشه تا لایه های عمیق تر و خب این سوالات در ذهن من بود و این مسائل هست تو معماریمون هست. ما با شهرها میخوایم چیکار بکنیم، میدونیم شهرهامون شهرهای خوبی نیستن، میدونیم که معضلای زیادی دارن، ولی خب چه کار باید کرد براش. یکی از کارهایی که داشتم میکردین اصلا چیز بودش، من اصلا که از چیزهای اولین کارهایی که از تو دیدم و دنبال کردم داستان کاروانسراهایی بودش که توی گوگل مپ مارکشون کردین و هم موقعی که گذاشتی لینکش رو سریع زدم، ذخیره کردم و الان هر وقت گوگل مپمو در میارم میاره این مسیر کاروانسراها و جای کاروانسراهای مختلفی که مثلا توی ایران بودن و مارک شدن و اینا. اینم خیلی کار باحالی بودش. این مال چه چیزی بود؟ مال کدوم پروژه بود؟ مثلا شخصی بود یا مربوط میشد به همین پروژه‌ای که داری انجام میدی؟ اون کارم بازی جستجویی بود، یعنی کارفرمایی نداشت، صرفا جستجوی شخصی بود
که از این برمی اومد که من خودم دوست داشتم جغرافیا رو، این سرزمین رو بهتر بشناسم و تو اون زمانهایی که سفر نمی کردم کاری که مثلا میکنم اینه که نقشه رو باز بکنم و روی نقشه دنبال چیزهایی بگردم که حالا یکی از اونها که بناهای خیلی مهمی هم و من بعدتر بیشتر شناختمشون، حالا چه از لحاظ معماری چه از لحاظ این شبکه ارتباطاتی که بین کاروانسرا، نقشش در راهها، بازارها و شهرها و اینکه داستان بازرگانی و تجارت تو این سرزمین چی بوده، چه ارتباطاتی داشته در دوره‌های مختلف تاریخی، چه گونه باعث آبادانی شده. میگم شاید خیلی سیر خطی نداره که بگم اولین کار کردم یا میدونستم دارم چی کار میکنم. پیدا شده توی طول زمان. یک جستجویی بوده دقیقاً که از اون جستجو من خودم یه چیزی فهمیدم از پیدا کردن اون کاروانسراها. بعدها که به پروژه راه تاریخی ملحق شدم، اون فهم من از اون و اون کاری که کرده بودم خیلی بهم کمک کرد که بهتر با اون تیم و اون گروه بتونم همکاری بکنم. باز بعدتر برای یک ارگانی باز یک کار تحقیقی انجام دادم راجع به بازارهای تاریخی که باز اونجا فهمیدم اهمیت بازرگانی و در واقع نظام ساختار بازارها در شهرهای ایران و انگار قطعات یه پازلی بودن که در ذهن من شکل گرفت. درسته. در اینها بحث معماری هست، بحث‌های تاریخی هست، بحث‌های اجتماعی شاید هست، بحث‌های بازرگانی، راه‌ها، سیاسی اقتصادی. دقیقاً بحث سیاسی اقتصادی هست و میگم این جستجو هنوزم ادامه داره تا من به یک فهمی که اون فهم رو حول همون موضوع آبادانی در ذهنم برسم که در گذشته این بوده و اینها رو داشتیم و این گونه آبادانی کردیم، به آبادانی رسیدیم و الان اونجوری که میشه فهمید ما خیلی انگار وضعی نداریم که بشه گفت اسمش رو گذاشت آبادانی. دقیقا. شاید یک گونه های از توسعه رو تجربه کردیم. حالا من هم در حدی نیستم که بخوام همچین چیزهای نقد بکنم، واقعا علم و سوادشو ندارم، ولی میدونم که ما مجموعاً خیلی از اون آبادانی که در واقع در زبانمون استفاده میکنیم دوریم. و حالا این آبادانی دقیقا همین چیزی که هستش. گفتی چند تا چیزها رفتیم، ولی وقتی میخوایم در مورد آبادانی، حالا آبادانی به گفته تو توی ذهن من مفاهیم توسعه میاد. دقیقاً مثل هم نیستن ولی مدل دیدمون رو دارم تشریحش میکنم. دقیقاً این تفاوت هست. یعنی من وقتی میخوام آبادانی رو تصور ازش ندارم که آبادانی برای فردا و امروز ایران چه شاخصهایی داره، چون که شاید پژوهشی نشده روش و چیزی تدوین نشده. مثلا در مورد توسعه پایدار خب کار شده، چند دهه است و شاخصهایی داره توسعه پایدار. آفرین، یه سری شاخصهایی داره که ما از اون شاخصها میتونیم بفهمیم که کجای این وضعیت قرار داره. دقیقاً. حالا این چیزی که من راجع آبادانی میگم خب خیلی بیشتر با فرهنگ ما، تاریخ ما، زبان ما، ادبیات ما گره خورده. ولی فعلا یک واژه و یک مفهومی که انگار در گذشته مونده. آفرین. و ما الان مثلا تو میگی آبادانی، هر کس مثلا فقط چیزی که میاد تو ذهنش اینه که خب یه روستاییه که روستای سبز شده، مثلا درخت کاشتن توش باغ کاشتن، تقلیل پیدا کرده. یعنی این مفهوم نتونسته زاینده باشه و به امروز زبان ما بیاد که ما امروز هم بتونیم حتی در جای مجامع آکادمیک، حتی توی یک پایان نامه، توی کتاب بگیم آبادانی و آبادانی بگیم این شاخص ها رو داره. دقیقاً. و برای امروز باز هم میگم من اول دوست دارم که گذشته رو بشناسم، ولی توقف در گذشته هم نمیخوام بکنم. یعنی روی کردی نیست که صرفاً پرستش و تقدیس گذشته باشه، گذشته گرایی. میدونم که اون رو باید بشناسم برای آینده. من اگه وارد چند وقتی نزدیک شدم به حوزه مرمت و کارهای مرمتی، به خاطر این نیست که بخوام تا آخر عمرم فقط مرمت کنم. رشتم معماری بوده دیگه. من دنبال شناخت معماری ایرانی و شناخت مصالحش و ساختار فضاییش و فنون ساختشم که بتونم به عنوان یک معمار برای آینده خط بکشم. شاید کاری که مثلا
بعضی از معمارای ما تو دهه‌های گذشته انجام دادن، در موارد موفق بوده، ولی باز انگار در امروز روزمون باز دچار یه آشفتگی هستیم و نمیدونیم دقیقاً. و فقط مثلا نظام شهرهامون و شهرسازیمون یه سری آیین‌نامه داره مشخص میکنه که 60-40 بساز، اینجوری بساز، این طرح تفصیلیه و تمام. و یه چیزی هم هستش اینه که به قول تو فرق نداره بازم چه آبادانی به اون مفهومی که حالا شروع کردی و برای ما تعریفش کردی، چه حالا به کلمه توسعه‌ای که براش یه سری شاخص‌هایی به وجود آوردن و در حال حاضر یک سری ادبیاتی داره، توی هیچ کدوم از این دوتا نقطه اشتراکی رو بتونم بگیرم، ما هیچ موقع نمیتونیم بگیم که اگه فقط ما توی یه چیز رفته باشیم جلو یا یه کاری انجام داده باشیم بشه که به اون توسعه یا به اون آبادانی رسیده باشیم. مجموعه ای از چیزها باید باشه، یه پکیجی از اتفاقها باید بیفته تا یک جا آباد بشه. یک جا نمیتونه فقط بگه که آقا من تونستم همچین مشکلی حل کنم یا تو این قضیه خیلی رفتم جلو پیشرفته شدم پس من آبادم. نه، تو باید همه چیزها شده باشه، بی اتفاقی افتاده باشه که تو بتونی بگی خب من به آبادانی رسیدم. دقیقاً. آبادانی اون استمرار رو باید تضمین بکنه. استمرار زیستن در یه سرزمینی که ما قرنها توی این سرزمین با یک سری نظاماتی زندگی کردیم، حالا از نظامات آبیاری بگیر تا حکومتداری، سلسله مراتب، تا کشورداری، تا لشکرداری و تمام این نظام‌ها که در واقع در عصر سنت ما اینها کار میکرده برای قرنها. یعنی چه پیش از اسلام چه پس از اسلام میبینی خیلی هم حتی به هم شباهت داره، اصلا خیلی چیز زیادی انگار تو این نظام ها من خودم تو چیزهایی که بودش دیدم که آقا قبل اسلام و بعد اسلام توی این نظامات ما زیاد تفاوتی نش. میتونی بهتره ما کلید واژه‌مون رو تغییر بدیم به قبل حمله مغول و بعد حمله مغول، چون توی اون تیکه ما میبینیم که واقعا خیلی از چیزها پاشیدن، خیلی چیزها نابود شدن، ولی اون پیوستگی و توی اون دوره قبل از حداقل حمله مغول ما میبینیم که اون پیوستگی همچنان هست، داره اون نظاماتی که بودن کار میکنن، میان جلو و جواب دارن میدن. و اون موقع اگر کسی از واژه آبادانی استفاده میکرده خیلی دقیق تر و عمیق تر میفهمیده چیه، که حالا رد این حتی در ادبیاتمون هم از در شاهنامه خیلی پررنگ جزء کلیدواژه‌های اساسیه بحث آبادانی، در کنار داد، خرد، در کنار چیز. آفرین، داد و دهش اینم یکی از کلید واژه‌هاییه که با یکی از دوستان دیگه داشتم یه سری داشتیم صحبت می‌کردیم و خیلی جالب بودش که تو هم الان اینجا اشاره کردی به چیز داد. دقیقاً. حالا اینها چیزهایی که ما در گذشته داشتیم که امروز ما که اینجا نشستیم هم باز ما متصل، من فکر کنم ما متصل به اون گذشته هستیم، ما از اون گذشته در واقع ما فرزندان این فرهنگیم. هر چقدر هم یه کسی بخواد نفیش بکنه، بخواد بگه عصر جهانی شدن یا هر چیزی، ما فرزندان این فرهنگیم، فرزندان این اقلیمیم. باز هم مسائل هر چقدر هم جهانی سازی بگی اقلیم تو فرق داره. اقلیم ما یه اقلیم خاصیه که شاید به علت اینکه حالا مرکز اون تمدن مدرن در غرب بوده و اونجا حتی جغرافیای متفاوت، اقلیم متفاوت داشته و سندهای حالا توسعه‌ای هم که در واقع تدوین میشه شاید بیشتر با نگاه به همون سرزمین ها، ما باید حواسمون باشه که داریم کجا زندگی میکنیم و مثلا وارد کردن بعضی از تکنولوژی ها و استفاده از بعضی از تکنولوژی ها تو کشور ما چه آسیب هایی زده، حالا چه به محیط زیست چه به بخش‌های دیگه. اصلا نفی اونها نیست، در واقع یه چالشه که توی 2 قرن اخیر ایرانی ها داشتن. یعنی ما میدونیم که عقب افتادیم، ما میدونیم که اون قدرت سابق در جهان رو نداریم، از معادلات کنار گذاشته شدیم، از تجارت و تبدیل به یه وارد کننده بیشتر شدیم و اون نقش سازنده‌ای که ایرانی ها در طول تاریخ در برهه‌های مختلفی به شکل خیلی قوی بازی می‌کردن رو الان از دست داده. این اقلیم و این جغرافیا رو از دست داده و اگه بخواد اونا مجددا به دست بیاره، حالا باید شروع کنیم اول این شناختنه و بعد این نوزایی، یعنی یک نوزایی
که قرار نیست غرب رو نفی کنه، قرار نیست شرق رو نفی بکنه، قرار نیست چیزی رو نفی بکنه، قرار خودش رو پیدا بکنه. آفرین. و با الزامات جهان ما قرار نیست تعریف خودمون میخوایم خودمون رو تعریف کنیم با یه چیز دیگه خودمون رو تعریف کنیم. نه، این نگاهیه که تو به هیچ جایی نمیرسی یا باعث اختلاف میشه یا باعث میشه که تهش یک گروه یا یک چیزی اونو پوشش نده. یه چیز دیگه ای نیست برای اثبات وجود خودمون. آقا ما میخوایم خودمون رو بشناسیم، همکاری کنیم، هم افزایی کنیم، تبادل داشته باشیم حتی با چیزهای مختلف، ولی با نگاه این که خودمون چی هستیم بر اون چیزهایی که بوده و متناسب با ما بوده، متناسب با اقلیم ما بوده، متناسب با شرایط زندگی ما بوده و این خیلی چیز قشنگه. پس توی این پروژه ها، این پروژه اولی که انجام میدادی و پروژه دومی که انجام میدادی و اون پروژه حالا علایق شخصی که بود یه جور شکل داد هی به اون مسیری که از همون اول مسیر مبهمی بود برات، ولی خب الان دیگه اون شکل خودشو کم کم داره میگیره، یا حداقل هدف خودتو متوجه شدی که خب اوکی من اگه دارم یک سری کارهای انجام میدم هدفم اینه که ادبیات آبادانی رو شروع کنم بیارم جلو و پرورشش بدم و گسترش بدم، مطالعه کنم، تحقیقات کنم، نمیدونم آگاهی بخشی کنم. چون غیر از این چیزا مثلا دیدم چند هفته پیش بود اصلا یه جلسه داشتی توی خانه صفویه، درسته؟ نه توی کجا بود؟ سرای امید. سرای امید بود. ها ببخشید. توی سرای امید یه چیز داشتی یا شروع کرده بودی داری چی در مورد همین موضوعات مختلفی که توی سفرهات باش آشنا شدی توضیح میدید یا تعریف میکردی؟ ایول آقا ایول. توی این پروژه‌ای که الان داشتی تعریف میکردی من یه چیز خیلی جالبی خب الان اومد به ذهنم. توی بخشی داشتی صحبت میکردی در مورد چند تا چیز. یکی در مورد راه‌های تاریخی ایران صحبت کردی از اون پروژه‌ای که بود، یکی در مورد مدل معماری و شهرسازی حالا اون روستاها تو اون اقلیمی که دارن و مشخصاتی که دارن صحبت کردی، در مورد یه پروژه اون شخصی خودت که یک سریاش همون کاروانسراها و مسیرهای راهی تجاری بودن صحبت کردی و در مورد بازارهای تاریخی ایران. این چیزی که توی ذهن من میاره اینه که من یه ارتباطی میبینم بین همه اینها، یک ارتباط از جنس این که چجوری مسیرهای تجاری و راهها به اون تمدن شکل میدن، چجوری اونها یک جایی رو میتونن آباد بکنن، رونق بدن، چجوری میتونه اون راه ها و اون ارتباط ها و اون تجارت یک سری جاها رو متمرکز کنه که اونجا آباد بشه و به آبادانی برسه. یکی از چیزهایی که مثلا بود همین چند وقت اخیر توی یکی از پادکست هایی که در مورد ژئوپلیتیک صحبت میکرد باش آشنا شدم و دیدم، این بودش که در مورد این صحبت میکرد که چجوری از وقتی که انگلستان و فرانسه کانال سوئز رو زدن و مسیر تجارت دریایی شکل گرفت و دیگه لازم نبودش که تجارت توی مناطق مثلا از آسیای میانه و بیاد به ایران و از ایران بالا بره به فلات ایران و از فلات ایران بخواد برسه به منطقه آناتولی و اروپا و اون داستان‌ها. تجارت از این مسیر تاریخی قدیمی چند هزار ساله خودش که بودش حذف شد و تبدیل شد به یه تجارت دریایی که خیلی راحت از کانال سوئز عبور می‌کرد میره و این قضیه چقدر باعث قحطی‌های مختلف توی ایران شدش، باعث انواع اقسام مشکلاتی شد که شاید ما خیلی از این مشکلات مثلا بگیم به خاطر بیکفایتی مثلا شاهان قاجار و همه این داستان بوده که قطعاً چیزهای مختلفی تاثیر داره دیگه، قطعاً یه اتفاق نمیتونه باعث بشه که چیز بشه، موردهای مختلفی بوده، ولی میشه از این جنبه هم نگاه کرد که مثلا یکی از چیزهاش این بوده که ایران انگار از مسیر تجارتی که بوده حذف شده و همین قضیه بعد هی تاثیرشو گذاشته که هی پسرفت کرده و دیگه انگار این که حذف شده دیگه نتونسته چیزی از خودش به جاهای ارائه بده و وارد کننده یه چیز از جاهای دیگه ای شده.
من این صحبتایی که تو کردی و الان در موردش صحبت کردی اینا کلیتش رو توی یه همچین فضایی میبینم و خیلی دوست دارم که روی این قضیه بتونیم یه صحبتی داشته باشیم و بتونیم جلو بریم و قضیه رو بریم جلو. خیلی بحث جذابیه و خب از طرفی هم خیلی تخصصی، یعنی من هم سعی میکنم در حد یه گپ و گفت اطلاعاتی که دارم، چون میگم این اطلاعاتی که تو ذهن منه شاید تو هر کدوم از این حوزه خیلی عمیق نباشه و هر کدوم از اینها خودش یک تخصصی لازم داره که خیلی روش مطالعه بشه، ولی این گسترده بودنشون و اینکه ما داریم صحبت از چیزهایی میکنیم و یعنی عناصر گوناگون راجعش حرف میزنیم و بعد توی نقشه کلی از بالا نگاه میکنیم که اینا چجوری به همدیگه ارتباط دارن. این خیلی مفیده و این دید کلی خیلی کمک میکنه هم به شناخت این سرزمین گذشته و هم به آیندهش. راجع به اهمیت راههای تاریخی خیلی میشه حرف زد و در ایران خیلی بیشتر. درسته. در سرزمین ایران خیلی بیشتر. از دریچه‌های مختلفی هم میشه بهش وارد شد. من الان دارم بررسی میکنم تو ذهنم که واقعا از کدوم مدخل وارد این بشم، ولی یه نکتهش اینه که بیام از این شروع کنیم که از گونه‌های معماری شروع کنیم. آره، معماری بازار و معماری کاروانسرا، این دوتا که دوتا عنصر معماری دقیقا مثل روز که مثلا میگیم فرودگاه یه معماری داره، میگیم مثلا بانک، آتش نشانی، اینا سری کاربریه. ما هم بازار رو داریم که خودش یک معماریه که کلی زیر مجموعه داره، خودش این مفهوم خیلی بزرگه. ما کلمه بازاری که ما داریم صادر شده و بله. تو انگلیسی هم بازار میگن دیگه. اینقدر این چیز مهم و بزرگ و تاثیرگذاره. و نکته اینه که این دوتا گونه معماری که حالا اون کاروانسرا تقریبا معادل امروزش میشه یک فضای بین راهی، یک هتل بین راهی. اینها مشابه، کاربری های مشابه من کمتر براشون دیدم توی حالا دارم میگم کمتر چون که شاید مطالعاتم باید گسترده تر بکنم، ولی حداقل راجع بازار که در تاریخ شکلگیری بازار در اروپا که مطالعه میکردم متوجه شدم که اولین گونه های فضاهای تجاری که به صورت جدی و فقط برای بحث فروش ساخته شدن در اروپا مربوط به حوالی فکر کنم اواخر سده 18 باشه. سده 18 بله فکر کنم اواخر سده 18 که مثلا میشه 1700 و مثلا 90 اون حدود توی عصر روشنگری اروپا. بله دقیقاً میشه دیگه بعد از اینکه تقریبا انقلاب صنعتی شکل گرفته، کالاهای در مقیاس انبوه ساخته شدن و جالب یک بازاری که الان اسمش خاطرم نیست در پاریس ساخته میشه، مصالحش چوب بوده ولی سازمان فضایی اون بازار دقیقا مثل بازارهای ایرانی، بازار شرقی، فضاهای خطیه. یا بعداً در بقیه اروپا گونه هایی مرسوم میشه به اسم پاساژ که بعد ما همین پاساژ رو میاریم در فارسی استفاده میکنیم که دقیقا مثل بازارهای ما یک سری فضاهای خطی هستند که از یک سمت وارد میشن، دو طرف مغازه است و خارج میشن. و نکته جالبش اینه که ما قرنها قبل از اون بازار داریم و بازار قلب تپنده شهره، در کنار حالا میدان اصلی، ارگ و مثلا مسجد جامع. میبینیم بازار همیشه در شهرهای ما خیلی مهم بوده و تو سفرنامه خیلی ازش یاد میشه. درسته. یه عنصر خیلی مهمیه، نه فقط برای رفع مثلا مایحتاجی درون شهری بلکه کارکردهایی داشته که در واقع بین شهری بوده. ولی میبینیم که تو اروپا خیلی دیر اتفاق میفته. نه که بگیم ضعف اونهاست یا ما خیلی خوب بودیم، نه، اونها به یک روش‌های دیگه‌ای و با یک معادلات دیگری درسته زندگی میکردن، اموراتشون میگذشته. ولی در ایران یا حتی کاروانسرا مشخصا مال اینجاست. ما نمونه‌ای از فضای بین راهی نمیبینیم در اروپا. شاید به خاطر اینکه اونقدر مبادلات عجیب غریب زمینی در گذشته نبوده یا شاید هم اونجا خب این سختی که توی این اقلیم داشتن و حالا نداشتن. شاید همه اینا هست. بله دقیقاً همه اینا هست. کاری نداریم که چرا شکل نگرفته، چرا شکل گرفته. مهمه که در ایران این شکل گرفته. بله. و ما برای اینکه ایران و جغرافیای ایران رو بفهمیم میتونیم از دریچه این وارد شیم که کاروانسرا چیه. تو کتابای تاریخمون خونده بودیم دیگه، چاپارخانه، هخامنشی‌ها چاپارخانه میزنن. چرا چاپارخانه میزنن؟
چرا مثلا تو مصر باستان چاپارخانه مثلا نداری؟ چرا تو ایران داری؟ بعد میان نگاه میکنیم نقشه رو باز میکنیم میبینیم امپراتوری هخامنشی از شرق تا غرب عالم اون روز و دستش بوده، راه شاهی داشته و اینقدر این فواصل دور و دراز و بعضا صعب العبور بودن که این معماری ها لازم بوده. یا وقتی ما میریم در مثلا شرق ایران و اون محدوده تاریخی که رو پروژه راه تاریخی کار کردیم و من همکاری داشتم، میبینیم که یه جایی در حاشیه کویر لوط کاروانسرایی مثل کاروانسرای 40 پایه یا حوضه خان در یک جای قرار گرفته که هیچ چیزی دور و برش نیست، تنها چیزی که دورت هست بیابونه و کویره. و اگر خودتو در گذشته تصور کنی که هر لحظه دزدا و راهزنا و قبایلی که برای راهزنی اومدن ممکن است پشت یکی از این تپه ها پیداشون بشه و به هجوم بیارن و صدای تو به هیچ جا نمیرسه. یعنی این اقلیم و این جغرافیا مصائبی داره، سختی هایی داره، مسیرهای دور و درازی داره، پستی و بلندی هایی داره که کمتر جای دیگه از عالم این وجود داره. یه تعبیری هست که من توی کتاب مهندس بهشتی خوندم که میگفتن ایران روی کمربند بیابانهای جهان که از شمال آفریقا شروع میشه، صحرای عربستان، ایران و به آسیای میانه میره، روی این کمربند و کمربند کوهستانهای جهان قرار داره که اون هم از شمال، یعنی از اروپای جنوبی، ایبری و رشته کوه آلپ شروع میشه، بالکان، آناتولی، فلات ایران، کوههای هندوکش و کوههای هیمالیا، فلات تبت. یعنی ایران دقیقا روی این زبدر این دوتا کمربنده دقیقاً باحال بودش، زبدری که هم از اون ور بیابان ها اومدن هم از این سمت. دقیقاً. و این باعث میشه که این کشور پر از پستی و بلندی باشه، پر از گسله. وقتی تو پستی و بلندی داری اختلاف دما داری، اختلاف درجه حرارت داری، سیلاب های ناگهانی داری، زلزله داری و به تعبیر که بازشون استفاده میکنه یه سرزمین بیقراره. یعنی ما اون بیابون لوط داریم که گرمترین نقطه جهان درش ثبت شده و با اون مسیر صعب العبورش، از اون طرف حاشیه دریای مازندران داریم که جای سرسبز، از اون طرف جلگه مثلا زاینده رود داریم، از اون طرف دشت‌های سرسبزی داریم. می‌بینیم که خیلی هر جایش واقعا یه شکلیه و یه داستانی داره و یه الزاماتی برای زیستن داره. حالا اون کاروانسرا داره، وجود اون کاروانسرا برای اینکه این انگار این تمدن بتونه این سرزمین یک پارچگیش رو به دست بیاره و حفظ کنه لازم بوده. چون اگر اون کاروانسرا نبوده و پناهی نبوده اصلا نمیشده عبور کرد از این سرزمین. اگر نمیتونستن عبور بکنن اون وقتی اونی که در خراسانه و اونی که در کرمانه ارتباطی با هم نداشتن. اون وقتی که زبانهاشون کم کم اصلا فاصله میگیره، متفاوت میشد یا هر چیز. یعنی اصلا این منطقه زبان این همچین چیز شده. خب همین مسیرها کاروانسراها خیلی تأثیر داره. یعنی میخوام بگم که ایرانی ها، اجداد ما به مرور شروع کردن با این معماری ها، انگار این سرزمینی که مناطق زیستیش و محدودهای زیستیش اصلا فاصله داره و جداست و بینشون بیابونه. یعنی ما وقتی از منطقه اصفهان که آباده، خود هم شهر هم روستای اطرافش فاصله میگیریم و میریم به سمت یزد، با کویر مواجهیم تا برسیم به یزد. خب این مسیر رو چی پر میکنه؟ کاروانسراها، قلعه ها. باز از یزد تا کرمان رو چی پر میکنه؟ این کاروانسراها که فاصله شون به اندازه یک منزله. یعنی یه مسافتی که مثلا صبح تا عصر، یعنی قشنگ اینجوریه که ما کاروانسرا داریم، یعنی با اون ساختار معماری ما چیزی که درست کردیم، کاروانسرا درست کردیم و بعد بازار، کاروانسرا، بازار و اون بازارهایی که درون شهرها در واقع یه فضایی که اون در واقع اون مقصد و مبدأ کاروان هاست دیگه. حالا اگه بحث تجارت رو بخوایم بگیریم، خب کاروان بارش رو کجا میخواد تخلیه کنه؟ توی خانه‌هایی که در بازار. بعد این از توی خانه‌ها بره وارد بازار بشه، توی سراها و توی حالا حجره ها کم کم پخش بشه. باز یه تعبیر دیگه که میخوام بگم اهمیت این تجارته، توی ایران ما رودهای پرآب نداریم، توی ایران ما کشاورزی دائمی نداریم، رودهای پرآب دائمی نداریم، به غیر از حالا قسمت خوزستان که در امتداد جلگه امتداد میان رودانه. یعنی از فلات مرکزی ایران جدا، فلات مرکزی جدا، میان رودانش فقط فکر کنم توی ما فقط سفید رودو داریم که
رودهای محدودی هستن که اونها هم مثلا و عرس، سفید اونها هم شهرهای خیلی بزرگی به هم وصل نمی‌کنن. و میخوام اینو بگم که اونقدری که میان رودان حاصل خیزه برای تولید محصولات کشاورزی، اونقدری که دره رود سند یا هند یا چین، اون حاشیه رود زرد یا رودخونه نیل، در اونقدری که اینها پر آبن و امکان تولید محصول و سیر کردن شکم‌های آدم‌ها رو دارن، توی ایران نیست. این مسئله نبوده. ایرانی با مشقت و با زحمت از دل کوه قنات میکنده و آبی رو میورده تا یک اندک محصول رو بتونه تولید بکنه. حالا اینجا یه نکته است، ایرانی ها از دیرباز فهمیده بودن که اگر بخوان صرفا بر کشاورزی تکیه کنن و تولید داخلی، تولید محلی، اصلا امکان شکلگیری اون امپراتوری های بزرگ، اون کشورهای بزرگ و اون نظامات پیچیده نمیتونه اتفاق بیفته. برای همینه که در ایران حالا نظریاتی هست، افرادی گفتن، من خیلی اسم نمیبرم چون اصلا نمیخوام بحث اونقدر تخصصی بشه، صرفا یک گپه. بله اینجا گپ که دقیقاً اون بحث بازرگانی که تو ایران اهمیت داره و با انتقال و جابجایی کالاست که زندگی میچرخه. باز یه جمله حمدالله مصطفی که تاریخ نگار داره راجع به شهر لار که جنوب استان فارسه و لار یه جای خیلی نزدیک به خلیج فارس و در مسیری که در واقع که از مسیرهای تاریخی مثلا در بندر سیراف یا حالا لنگه یا کلا بنادر جنوبی ایران وقتی بار تخلیه می شده می اومده از لار عبور می کرده تا بیاد به مرکز ایران برسه. تو توصیفی که حمدالله مصطفی از لار داره، بازم این بین نمیخوام نقل بکنم، حرفش اینه که توی این شهر یه محصول خرمایی دارن و مثلا برنج هم از فلانجا وارد میکنن و خیلی هم به باران اعتمادی ندارن. یعنی اصلا مردم لار میدونن که نمیتونن حساب کنه اصلا اگه بخوام به کشاورزیشون حساب بکنن اصلا قحطی و اصلا اونقدی آب ندارن که بخوام مثلا برنجی تولید کنن، گندم تولید کنن. برای همین تکیهشون بر تجارته. یعنی شدن یک چیزیه که انگار ما غافل شدیم ازش. دقیقاً. خیلی غافل. حالا به اینم میرسیم که امروز ما که حذف شدن ما از مسیرهای تجاریه با اون در کنار تکیه‌ای که می‌خوایم توی کشاورزی به خودکفایی برسیم. دقیقاً. یعنی ما در گذشته هم اجداد ما به باران اعتمادی نداشتن. چون حق داشتن، چون شناخته بودن. غلات رو از هند وارد می‌کردن، غلات رو از میان رودان وارد می‌کردن. درسته. اصلا خودشون میمدن فقط با حالا نمیدونم تجارت کردن، تجارت اینها فرض مثال از میان رودان چیزی رو برمی داشته میبرده سمت هند، تجارت میکرده، خب یه تیکه از محصولم خب توی این سرزمین بود. تا حد زیادی یه سری محصولات خودشون حالا نمیدونم از ما یه صنایع، انواع اقسام صنایع مثلا فرض مثال مسی که مثلا توی اصفهانه، از تجارت این قضیه مثلا ولی خیلی اهمیت بالای این قضیه داشته برای ایرانی ها و شاید حالا اینم میگم بحث‌های خیلی تخصصی تاریخی. یا بهتره اینجوری در نظر بگیریم همونجوری که ما کلمه و معماری برای همین چیز تجارتمون داریم که کاروانسرا و بازار هستن، توی حوزه کشاورزی مثلا معماری داریم برای حوزه کشاورزی که چیز کنه، فقط مثلا چیز باشه قناته که اون قناتم همون دیگه به قول خودت در حد یه بخشی از اون سامانه زیستیه. نمیدونم، یعنی نمیخوام واقعا اینقدر عمیق روش نظر بدم، نمیخوام بگم کشاورزی نداشتیم، کشاورزی بوده، خب کشاورزی بوده، ولی داستان اینه که ساخت اون امپراتوری ها، اون کشورها که میانداری میکنن در جهان، یعنی امپراتوری هخامنشی داره میانداری میکنه در جهان، درسته، اتحادی بین اقوام، همه رو میاره زیر پرچم، صلح رو برقرار میکنه. این از کجا، یعنی پایگاهشون کجا بوده؟ پایگاهشون خب جنوب ایران بوده دیگه، منطقه فارس بوده. میرن بین النهرین رو فتح میکنن، مصر رو فتح میکنن و بعد بین همه اینا یک صلحی برقرار میشه، شبکه‌های تجاری قوی میشه. میخوام اینو بگم که خیلی بحثا زیاده، اونقدرم در تخصص من شاید نیست، صرفا یه علاقه‌مندم به این موضوع، یه کنجکاوی هم و شاید آدم‌های دیگه خیلی دقیق‌تر راجع به حرف زدن که اصلا این ایده ایران و ایده ایران شهری که حالا در زمان ساسانی کلمه استفاده می‌شده و الانم سر زبون هست و راجبش خیلی حرف میزنن، این ایده چیه؟ چه ویژگیه؟ وقتی میگیم ایران شهر داریم صحبت از چی میکنیم؟ میدونیم یه شاخصایی داره، میدونیم در ایران شهر تنوع یک چیز پذیرفته شده است. ایران شهر آدم‌ها رو بر اساس زبان و دین و این چیزها نمیاد تقسیم بکنه.
ایران شهر یک میانه‌ای داره در جهان که اصلا هیچ موقع بحثش نه زبان بوده، نه قومیت بوده، نه ادیان بله بوده. دقیقاً. و الان هم اگر حرف از ایران شهر زده میشه یعنی همین، یعنی ایران شهر نمیاد بگه که همه بیان این شکلی بشین. ایران شهر یعنی که تویی که زبانت اینه، دینت اینه، تو هم بیا در صلح باشیم. حرف اینه بیا در صلح باشیم، بیا طبق همون نظامات گذشته‌ای که با هم تبادل داشتیم، با هم دوست بودیم، بدبستون داشتیم دقیقاً، و هر کدوم از اقوام و گروه‌های در این سرزمین این نقش رو ایفا می‌کردن. الان هم این باشه. این که میگم میشود از گذشته درس گرفت برای امروز همین. در اون ایران شهری که میانه جهان بوده و تاریخ نویس از حرفی که میزنه اینه که این ایران میانه جهان، قلب جهانه. درسته. 7 کشوری که ایران شهر مرکزشه که معتدل ترین جای جهانه، که بهترین مردمان جهانو داره. این چیزایی که در تاریخ مثلا ذکر کرده. این نقشش دقیقا تو این میانه جهانه بودنش توی داستان بازرگانی هم خیلی مهم میشه دیگه. دقیقاً. یعنی ما حرف از این راهی که حالا اصطلاحاً کلمه وارداتی که میگن راه ابریشم، که البته این کلمه شاید بهتر بگیم راه خراسان یا راه شاهی، این حکایت از این داره که ایرانی ها بودن که در این میانه جهان ابریشم رو مثلا از چین میگرفتن، به روم صادر میکردن و از روم محصولات میگرفتن و به چین صادر میکردن. خانش مدل چین اینجوریه که ما چین ابریشم رو از اینجا به اروپا میبردیم. دقیقاً. اگه میانداری ایرانی ها نبوده همچین اتفاقی نمیافتاده. دلست وایسین، ایران بوده که ابریشم از تو میگرفته، میآورده اینجا، بعد میبرده اون. بله. حالا این میانداریه مثلا میبینیم که همین امروز هم حالا به خاطر موقعیت جغرافیایی ما متاسفانه چون از معادلات خارجیم و چون اون نقش جهانی رو الان نداریم. مثلا میبینیم که دبی شده اون هابی که هستش، پرواز مثلا هواپیمایی استانبول، فرودگاه بین المللی شدن. حالا مثلا ما قبلا به قول تو کاروانسرا رو به عنوان اون محلی که چی می‌دادی، الان مثلا اون فرودگاه بین المللی مثلا استانبول نمیتونه مدل کاروانسرای توی دنیای جدید باشه. خب مثلا همینه دیگه. دقیقاً این نقش رو بازی میکنه. همون نقش رو بازی میکنه. و این از این میاد که باز تاکید روی که ما سرزمینمون رو بشناسیم. این سرزمینیه که نمیشه با مثلا خودکفایی در کشاورزی نمیتونی، این کم میاره. یعنی چند هزار ساله که داره هی رو به خشکسالی میره. خب تا اینجای قضیه که من متوجه شدم، یه کلیتی ما از این قضیه دست آوردیم که چجوری انگار اون نیاکان ما توجهشون روی اون مسیرهای تجاری و اون تجارته بوده و زیاد روی اون خودکفایی کشاورزی که حالا مثلا قرار باشه تأکید بشه، هیچ موقع تأکید نکرد. یا به قول تو هیچ موقع اعتمادی نداشتن، هیچ موقع به باران اعتماد نکردن. و نشانه هاش هم دیدیم دیگه توی صحبتایی که کردیم. اون نشانه هایی دیدیم که از اون مدل معماری و ساختمان و نمیدونم کلمات و هر چیزی که بوده چجوری شکل گرفته و کار میکرده تا این زمان، و جوابهای خودش هم یه جور داده و بازگو کرده. برای حالا آینده که پروژه هایی که توی فکرت داری، حالا من توی این صحبت هایی کردیم می‌بینیم که آقا تو خیلی کارهای مختلفی کردی، خیلی ایده های مختلفی داری و مطمئنم یک مسیر راهی برای خودت داری که دوست داری توی آینده به چه چیزی برسی. اونم برای ما توضیح بده. راجع به شهرها حرف زدم و اینکه ما در شهر میفهمیم که چه ایراداتی هست، ولی وقتی سفر میکنی میفهمی که این سرزمین و زیستن در سرزمین صرفا به شهرها منحصر نمیشه و ما زیستگاه های متفاوتی داشتیم. یعنی ما اصلا جمعیت شهریمون 100 سال پیش، 100 خورده سال پیش وقتی برگردیم میبینی که اقلیت بود و ما بیشتر ایرانی ها در روستاها و یا حتی زندگی کوچروی بودن. حالا میخوام روستاها رو بگم. بنابر اتفاقاتی و بنابر تجربه هایی من رفتم سمت این که در واقع در روستاها کارهایی رو حالا گروهی با دوستان انجام بدیم. یعنی تجربیاتی بود که قبلا با دوستان داشتم توی اون مجموعه آبادخانه که داشتیم و اخیراً هم که در واقع توی این 2 سال که بیشتر به حوزه مرمت نزدیک شدم و
اینو فهمیدم که اگر بخوام آبادانی رو با توجه به تخصص و رشته خودم که معماریه توی این یک معادلی براش پیدا کنم، اول باید معماری گذشتمون رو بشناسم که خب این توی رشته مرمت و توی کار مرمت یک بنای تاریخیه که خیلی آدم باش از نزدیکتر ارتباط. توی طراحی بنای مدرن تو خیلی اصلا لازم نیست بشناسی گذشته رو. برای همین بود که خیلی در ذهنم این شکل گرفت که چگونه میتوان این زیستگاه‌های روستایی رو مجدداً بهشون یک اهمیتی داد و یک اعتباری قائل شد تا شاید این تعادلی که در گذشته، نگم حالا تعادل شاید کلمه اشتباهی باشه، شاید الان این تمرکز بیش از حدی که در شهرها در کلان شهرها داره بله. که خیلی مشکلات هم داره و شاید مشکلات حاشیه نشینی و نمیدونم انواع اقسام معضلات مختلفی که اون تأکید بیش از اندازه شهرنشینی داره. این تعادل میتونه با توسعه و آبادانی روستاها یه مقدار درست بشه. یعنی توی همون سفر روستایی که چند سال پیش ما میرفتیم میدیدیم که خب تو روستا کار نیست، امکانات کمتره، درمونگاه کمتره، یه سری امکانات واقعا کم بود. درسته. ولی از طرفی هم میبینی خب روستا خوش آب و هوا، روستا تمیزه، روستا خوبی های خودش رو هم داره. مثلا روستا یک آرامشی داره. درسته. که خود من هم خیلی اخیراً هم که روستا اسفک رفتونیم واقعا از این آرامشش دارم میگم. خب اون نکات، اون ظرفیت ها رو داره، در این حال این ضعف ها رو هم داره که ناشی از اینه که خب اون توسعه‌ای که لازمه یا اون آبادانی که لازمه تو روستا اتفاق نیفتاد. این ذهنیت در من شکل گرفت که یک کاری که میشود برای آینده ایران کرد توجه به روستاها به عنوان یک سری زیستگاهه. یعنی من میگم شهری زیستگاهه، جمعیتش بیشتره، روستا هم یه زیستگاهه، آدم اونجا میتونن زندگی بکنن. خب اگر این آباد باشه، اگر امکانات درش باشه و اگر ما بتونیم طراحی بکنیم که آقا در روستاهای امروزیمون چگونه میتوانیم زندگی بکنیم که اون فرد روستایی یا فردی که حتی میخواد مهاجرت معکوس کنه به روستا بتونه نقش مثبتی داشته باشه، بتونه آن نیازهای امروزش رو برآورده بکنه، بر همین توجه رفت سمت روستا. خیلی چیز جالب و قشنگی. و خب جدیدتر هم توجه باز بیشتر رفته به سمت اون روستاهایی که معماری و بافت قدیمشون بیشتر حفظ شده. دقیقاً. یعنی اون روستایی که انگار یک مثل شکلش مثل حاشیه شهر میمونه برای هیچ کس جذاب نیست یا آدما خیلی لذتی از زندگی کردنشون نمیبرن. مناظر روستایی واقعا با اون خونه‌های قدیمیشو حالا خشتی چوبی یا هر چیزی که خیلی گردشگری الان همه تاکیدشون این ترجیحشون اینه که برن بومگردی ها اقامت پیدا کنن. یعنی آدم میفهمه که اون یه جای چشم نوازه، حالت خوبه. حالا میخوام میگم که ما صرفا نمیخوام میگم دنبال گردشگریم، یعنی توی مقیاس خیلی کلان اگه بخوای نگاه بکنی، خب ما بافت‌های روستایی تاریخی داریم خیلی زیاد که اینها توی بازه مثلا 60-70 تا 30 سال پیش متروک شدن یا رو به متروک شدن و رها شدن. آدم ها از اونا رفتن مثلا ترکیب جمعیتی کاهش پیدا دقیقاً رفتن یه روستا جدید ساختن با مصالح جدید، اون روستای قدیم رها شده. یکی از باز دغدغه‌هایی که الان دنبالشیم که در واقع ببینیم چه راه حل میشه براش پیدا کرد اینه که مجدد این بافت ها که واجد ارزش های تاریخی و معماری هستند رو هم به اون چرخه زیست به یک نحوی برگردیم، نه الزاماً گردش. حالا این نحو که میگی جوابش نمیدونم الزاماً توی جواب معماری داره یا نه جوابش میتونه خیلی گسترده هم باشه. فقط معماری یعنی که ما یک بنایی رو بریم یه خونه یا مرمت بکنیم، نه که مرمت کنیم. مثلا این بهتره اینجوری بگم، مثلا آقا شروع کنین کاربردهای جدیدی برای چیزهای جدید اونجا بعد تعریف کرد، تعریف بشه و نشون داد. یعنی خیلی از آدم‌ها خیلی از روستاها که رفتم میبینم که مردم دلشون میسوزه برای روستای قدیمیشون که داره خراب میشه و متروکه، ولی نمیدونن که باید چی کار بکنن که زنده بشه، احیا بشه. شما تأکید دونی که بتونین همچین کاری انجام بدید. این یک چالشیه و یک فکری که شکل گرفته در من و خب همراهان و دوستان دیگه هم دارم توی این مسیر و یا حتی ما نمونه های موفقی داریم مثل اسفحک که خود اهالی. آره اسفحک جزء پروژه هایی هستش که منم توی این حقیقت
1 سال اخیر خیلی ازش چیز دیدم، از کارهای متفاوتی که داره میشه و اتفاقای مختلف. پروژه بعدی الان میشه ایزد خواست، درسته؟ ایزد خواستم توی همین راستا. ایزد خواستم بله، اونم باز من با دوستانی آشنا شدم با بابک رضایی که خودش روی ایزد خواست کار کرده بود و بعد منم بهش ملحق شدم و این اون فکر و این ایده ای داشت که در واقع اینجا رو بتونه حالا یه توجهی رو از بیرون بهش جلب بکنه و کم کم روش مطالعه بشه بیشتر و بیشتر و شروع بکنیم به احیا و مرمت روستا حتی از دونه دونه و یه الگویی بشه برای ما. یعنی ما باید تلاشمون رو بکنیم توی این ایزد خواست که به یک جای خوبی برسونیمش این و به مردم روستا اون و خودشون یاد بگیرن که چه جوری باید روستاشون رو احیا بکنن، اون بافت ارزشمندشون رو. و برای من اینجوریه که دوست دارم یاد بگیرم از این، یعنی یک موضوعیه که دارم میرم سمتش که یاد بگیرم به این نتیجه برسه و این رو حالا در روستاهای دیگه، بافت‌های دیگه به مردم یاد بدیم، نشونشون بدیم و اصلا مردم ببینن، انگیزه پیدا بکنن. چون فکر میکنم که الانه که خیلی سخته، الانه که مردم توجهشون به این بافت‌ها کمه. کافیه توی این لحظه ما مبارزه بکنیم، بجنگیم، به نتیجه برسه، خودش پخش میشه. مثل اسفند که من هر جا میرم تو روستاهای اطراف همه میشناسن و تازه متوجه شدن که خب اوکی میشه این کارا رو دقیقاً. ولی خب نمیدونن که چه جوری باید اون شکلی بشن. یعنی خب الزاماتی داره مردم همراهی بکنن، متخصصی میان، ولی توجه جلب شده یا تاثیر گذاشته شده. کارش شکل گرفته، حرکت انگار خشت اول گذاشته شده، این حالا شروع میتونه بکنه به این که گسترش پیدا کنه بره جلو. آقا ما دم شما گرم، واقعا خیلی کار خفنی داری میکنی. من خودم خیلی امروز چیز یاد گرفتم از اینکه خیلی هم دوست داشتم سریعتر این گفتمان شکل بگیره، این جلسه رو بذاریم صحبت کنیم، ولی باز میدونم که خیلی چیزهای دیگه هم داریم که میتونیم در موردش صحبت کنیم. ایشالا حتما توی فرصتهای آینده باز هم با هم دیگه جلسه میذاریم. اگه شد بتونم حتی بیام توی یکی از همین پروژه و کارهایی که دارین انجام میدین بیام و بتونم حتی یه گزارشی بگیریم، یه مستند داکیومنتی از این قضیه هم بگیریم و باز هم بتونیم بیشتر اطلاع رسانی کنیم و متوجه کنیم بقیه رو از این اتفاقها. فکر کنم خیلی کار خوبی باشه و جواب خوبی هم بده. خوشحال میشیم. حتما دمت گرم. زنده باشین. بازم میگم اگه تا اینجای ویدیو رو دیدین و خوشتون اومد لایک کنین، کامنت بذارین، سابسکرایب کنین. راه‌های ارتباطی زیاد هست، هم من پیجم هستش، حتی حالا پیج نوپاییه، هم دانیال پیجش هست. خب پیج دانیال خیلی کار شده است، پیجش هم میذارم، میتونین باش ارتباط بگیرین. اگه میدونین که جای قضیه میتونین کمکی کنین یا شما هم نظری دارین حتما در میون بذارین، ارتباط بگیرین که بتونیم این قضیه رو بیشتر و بیشتر ببریمش جلو. آقا دم شما گرم، خیلی لطف کردید. خیلی خوشحال شدم. ممنونم ازت. زنده باشی.